سلام، ممنون باشین. سوری دفعه پیشتر ویدیویم قطع شد، ولی خواستم یک کوتاه چیزی که حوصله‌تانم سر نبرم درست کنم. با امید صحت و سلامتیتان شروع میکنیم باقی داستان خود روایت کردن. چی است استاد میخوانه؟ किसका रास्ता देखे है दिल है سودایی. بالیوود سرم خبر نشه، مرا اختطاف نکنن همراه از ایرانجاری طلایی. دیگه دعا کنین خدا سرم خیر کنه. میلو ہے خاموشی برسو ہے تنہائی. لڑائی. من یک چیزی را البته نمیخوایم غلط فهمی شوم. مقصد از این نیست که بگویم خدای نخواسته کنم نظر بیتم کنم چیزی راجع به همون طرز خواندنشان بتم. ولی ما یک چیزی یادم است، یک ثبت استودیویی از استادای بزرگوار بیلتون، استاد بیلتون و استاد دورای لوگری یا سلام لوگری یک خواندن داره که شابازیدی ابدالی لیلا ژیړ د شړشم پکې ټمبلې لیلا سمنه ګوري لنا زناکس مخ پټ کې نشکاره کې هنرباز ناکس آشنا ته وادهدار ناکس دسمالې د میوې سره ساتلې لیلا. ثبتای تلویزیونی استودیوی رادیو تلویزیون زمان جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان. خواندن هم میخوانه، هم تو ماشاءالله هم تو خوب هم جوش جوانیش هم هست، آخرای جوانیش هست، شخ هم تو استاده، کمرش هم بسته کردگی، پیران تومانک سفید جانش خوب هم تو اصطلاح یک ریشش 6 دقیقه دراز کردگی. در یک جای نشان میده که هارمونیم میزنن، اما دستشان نشان میده و در هارمونیا یک چیزی که بسیار جالب است آدم متوجه میشه. از تمام من نیفهم 30-40 تا پرده هارمونیا یک 5 تاش بگو رنگش رفته، بگو 7 تا و اونمو خانه است که بسیار استفاده کرده. یعنی منظور یعنی ای به این معنی است که در عمرش هر چقدر خواندن کرده هم به اندازه کافی که بتانه پرده هارمونیا رو رنگش ببره. اونمو کلش لنمو 7 پرده بوده دیگه. بود یک چیز دیگه نه بازی نکرده، چیز دیگه رو ننواخته به اصطلاح. مقصدم از بدگویی استاد سلام لوگری نیست به هیچ صورت، خدا نکنه، ولی موسیقی ما اونطور است. از 40-50 تا پرده هارمونیا یک 7 تاش بسیار استفاده شده. خلاص تو در کل سازا ما موسیقی نیمه جان است.
امی ایرانی ها یک اصطلاح دارن میگن درست است ما نخوردیم نان گندم ولی دیدیم در دست مردم. ما درست است ما استادی موسیقی دارم بسیار هنرمند هستم. درست است که من هنر نمیشناسم ولی هنر دیدیم کم و بیش تا اندازه که فهم خودم میرسته برام جالب بوده و غیر از او گذشته از او موسیقی علاقه پیدا کردن به یک پارچه موسیقی فهم موسیقی نمیخواه حتمی نیست آدم لسانش پرفکت بفهمه حتمی نیست سر سابای موسیقیش بفهمه کافی است گوش کنه ببینه که چی میشه بالاخره یا خوش میاد یا نمیاد ولی من حداقل من همونطور هستم کلگی همونطور هست احتمالا آدم موسیقی های یک جای دیگر رو میبینه از تاجیکستان از ایران مثلا و چقدر تنوع آلات موسیقی دارن اینا از ما بدر ارمونیا تبله در حال خو یک مود دیگه هم شده ارگن یک دسته اون مثلا کل چیز اون زمون میکشن خلاص و یک دانم تبله یا دول این نیست موسیقی ما و خدا نجات بده از محفل عروسی که بیخی هم صدای از او هم تو نشید میکنه گوشه های آدم بیخی به کفیدن میرسه مخصوصا خدا سرت فضل کنه که نزدیک میکروفون و لاسپیکر نشنی هیچ کس برش مهم هست یا نیست نمیفهم میشنوه یا تیر خود میره یا رقم که چی میخونه چی میگه این نیست موسیقی ما یک سرصدای اذیت کننده بازم من تکرار میکنم با تمام احترامی که به هنرمندای افغانستان دارم مخصوصا اونایی که زمان جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان ثبتای استودیویی بسیار مقبول ویدیوهای خوب حماسی و یک دی آخر پپسی ساز سرود یک بخشی از تلویزیون طلوع که یک ثبتای استودیویی بسیار با ارزش انجام داده هم خواندنهای قدیمی هم یک تغییر امو غنای بگو آلات موسیقی درش دیده میشه شنیده میشه تنوع مرا شخصا خوش آمد و غیر از در موزیکای ما چقدر عالی موسیقی داریم نیفهم تنبور و رباب و غیچک و زیر بغلی و چی میفهم حاضران چند چیز دیگه ما وایچ و بیخی از یاد ما رفته نه فقط در موسیقی محلی ما کم و بیش هست ولی او هم درست به حساب یک قاعده و قانون مشخص نداره و موسیقی ما از سینه به سینه انتقال کرده متاسفانه زیاد دیگه پرگویی نمی کنم چون ویدیویم دراز میشه مثل دفعه پیشتر نیم کلمه منه خواستم یک مزاحمتان شم شب و روزتان بخیر انشاءالله ایره ادامه میتیم در دفعه بعد Thank you